حالا دیگه همه فهمیدن چرا دیگه مویی بر سر ادینیو نمونده. با این تصفیه شدی کردن بازیکنای مصر معلومه که باید چه بر سر آقای گل لیگ بیاد. در کرمان تنها مورد اورژانسی که به آمبولانس احتیاج داشت اسکوربورد ورزشگاه بود. با این نتیجه که شهرداری در تبریز میگیره، اشک همه در اومده. بعضی هم که طاقت تماشای باخت تیمشون رو نداشتن ترجیح دادن داخل ورزشگاه نیان و این صحنه‌های دردناک رو نبینن. میرساقیان بعد از این باخت کاری کرد که کسی نتونه سرمربی شهرداری رو شناسایی کنه و اخراجش کنه. همدانیا وقتی فهمیدن رو نیمکت شاهین مربی نشسته که هفته قبل مقابل تیم ملی انگلستان حضور داشته، بلافاصله دست به کار شدن تا از کاپلو درباره راه شکست دادن مرزبان اطلاعات بگیرن. تبریزی در اهواز دست به کار عجیبی زدن که هیچ ابررایانه‌ای برای مقابله باهاش برنامه‌ریزی نشده بود. علی علیزاده تو این بازی با پاش گل زد. اونایی که میگن کسی به ورزشگاه نمیاد سخت در اشتباهن. در اهواز جایی برای سوزن انداختن نبود. بردن داربی اونم با یه گل در دقیقه 90 خیلی مزه داره. آرش برخانی هم که اینو میدونست کاری کرد که همه استقلالیا مدیونش باشن. در داربی 69 کاپیتان دو تیم کام هواداراشون رو حسابی شیرین کردن. مجیدی با گلش و شیس هم با شیرینکاریاش. شیس هم شانس آورد که با توجه به ظاهر جدیدش حقیقی اونو نشناخت، ولی معلوم نبود بعد از گل دقیقه 91 چطوری این دو نفر ورزشگاه رو شوکه می‌کردن. ذوبان در این روزها مدرن ترین تیم ایرانه. اونا برای گل زدن از سیستم MP3 استفاده کردن و در 15 دقیقه 3 گل به ملوان زدن. ذوبیا در آستانه بازی مهم با الهلال به خوبی دارن مهرهای کلیدیشون رو پنهان میکنن تا کسی از کارشون سر در نیاره. در قزوین روی نیمکت ذخیره‌های دو تیم اثری از سرمربی دیده نمیشد. سرمربی سپاهانیا چند ساعت اونورتر بود و در تیم پیکان هم سرمربی چند صد کیلومتر اون طرفتر. سپاهانیا در این هفته ها کاملا اوج گرفتن و قصد دارن خیلی شیک دوباره صدرنشین بشن. به نظر میرسه پیکان باید همین روزا از لیگ برتر کوچ کنه. به نظر میرسه کار کردن با مربی خارجی باعث شده بعضی از بازیکنان استیلازین علاوه بر فوتبال فارسی هم یادشون بره و از کلماتی باور نکردنی استفاده کنن. البته مسئول استیلازین در ابتدای بازی خیلی تلاش کردن در این بازی دروازه‌شون ایمن باشه. با اینکه معدنچی‌های شیلی پس از چند هفته بالاخره به روی زمین منتقل شدن، اما هنوز هیچ کس نتونسته معدنچی استیلازین رو پیدا کنه و اونو به زمین بفرسته. بازیکن و هنرپیشه‌های معروف هم اومده بودن تا صحنه تاریخی به زمین اومدن معدنچی رو ببینن. استیلازینا در این روزا اینقدر بی‌آزارن که بازیکن حریف میتونن با خیال راحت در کنار زمین رکوردهای روپایی رو هم بزنن. استیل فقط در بین تماشاگراش مهاجمای خطرناکی داره.